بهترین فیلم های ماه گذشته که نمره 7 بالا رو دارن رو میخوام بهتون معرفی کنم. سلام دوستان، من فرزادم و اینجا چنل آیزنگارد 4 هستش. خب بدون معطلی بریم سراغ فیلم شماره 1 جذابمون. فکر کن توی یه قبیله باشه که همه دنبال کشتن اژدها هستن، ولی تو یه کاری میکنی که کلا دنیاشون رو میریزه به هم. چطور اژدهای خود را تربیت کنیم فقط یه انیمیشن نیست، یه سفر از جنگ و ترس تا دوستی و فهمیدن چیزی که بقیه حاضر نیستن حتی ببیننش. یه پسر که با یه اژدهای خاص آشنا میشه و از اونجا به بعد دیگه هیچی مثل قبل نمیمونه. اگه دنبال یه داستان باحال پر از لحظه های خنده‌دار احساسی و اکشن هستی، این فیلم رو حتما ببین. قول میدم دلت بخواد یه اژدها واسه خودت داشته باشی رفیق. و اما بریم سراغ فیلم شماره 2. جان ویک رو که میشناسین دیگه نیازی به معرفی نداره. حالا وقتشه با بالرینا آشنا بشید. داستان یه دختر قاتل حرفه‌ای که تو دنیای تاریک و خطرناک جان ویک داره داستان خودش رو تعریف میکنه، با اکشن باحال، تعقیب گریزهای نفسگیر و یه شخصیت بانوی خفن که هر لحظه ممکنه همه چیز رو به هم بریزه. اگر عاشق جان ویک هستی این اسپیناف رو از دست نده که قراره همه چی رو تکون بده. بسیار خوب، و اما بریم سراغ آخرین فیلم، یعنی شماره 3 ادن. داستان فیلم در دهه 1930 میلادی در جزیره در گالاپاگوس روایت میشه. دکتر فردریش ریتر با بازی همسرش دورا از آلمان فرار میکنن تا در جزیره دور افتاده زندگی کنن و از تمدن فرار کنن. هدفشون اینه که حقیقت زندگی پی ببرن و از دنیای مدرن فاصله بگیرن، اما این آرامش به زودی با ورود گروه‌های دیگه به هم میریزه، از جمله مارگت هاینز و ویتمر که به دنبال زندگی جدیدی هستن و بعد بارونس الویز با 2 همراهش میاد و قصد داره هتل لوکس بسازه. با ورود این افراد رقابت دروغ و دزدی و تنش‌های انسانی بالا میره و زندگی روی جزیره به جهنمی تبدیل میشه که فیلم رو بی‌نظیر و جذاب میکنه. بررسی تاریکی‌های طبیعت انسان و چالش‌های همزیستی در شرایط سخت، اینها چیزی هستن که در این فیلم دیده میشن. خب به پایان معرفی فیلم‌های امروز رسیدیم رفقا. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب و کامنتاتون بهمون انرژی بدین و اگر از این مدل سبک فیلم‌ها خوشتون میاد حتما برامون کامنت بذارید.